زومه؟ آره زومه. آره زومه. درسته؟ خیلی حافظت خوبه، من اینا رو نوشتم. خب یعنی صبر کن. شوهر بدبختت داد چش سفید با هم بریز و به پاچه کارگردان تهیه کننده دستشون امیدوارم پولش در اومده باشه. سلام، مهنوش هستم. منم مژدم ما اینجا فیلم میبینیم و در مورد فیلم ها صحبت میکنیم. بله. بیشترم احساساتمون رو میگیم، خیلی تخصصی در مورد فیلم ها نظر نمیدیم. اگه شما هم دوست دارید که خیلی غیر تخصصی در مورد فیلم بدونید با ما همراه باشید. امروز میخوایم راجع به فیلم The Roses محصول همین امسال 2025 صحبت کنیم، به کارگردانی جی روچ. بازیگراش اولیویا کولمن و بندیکت کامبربچ و کیت مکنی و اندی سامبرگ و غیره. این قلبم برای کامبربچ. خب فیلم راجب چیه؟ راجب یه کاپلیه، یه زوجیه که اول فیلم میبینیم ما رفتن پیش یه تراپیست بهشون میگه که چیزایی که از همدیگه، ویژگی‌های همدیگه که دوست دارید و بگید. بعد خب این کار رو توی تراپی ها زیاد انجام میدن که فکر کنی به اون ویژگی‌های مثبت و بفهمی که خب چرا اینقدر طرف مقابل رو دوست داری و ویژگی‌های منفیش کم کم برات کم رنگ بشه. بعد اینا شروع میکنم من عاشق همون تیکه اول فیلم همونجا میگه یه مثلا یکیشون میگه که دست داره. بعد یکی میگه از شکل سرش بدم نمیاد، مثلا در این حد که یعنی هیچ چیزی نداریم از هم دیگه که خوشمون بیاد. بعد این تراپیست اینجوری پشماش میریزه، اینجوری نگاه میکنه. بعد کم کم میگه که به اینجا میرسه، میگه که فکر نمیکنم برای شما بشه کاری کرد. بعد اینا یه جوری ناراحت میشن و از اتاق میان بیرون و ما میریم فلش بک که اینا چجوری با هم آشنا شدن و در ادامه فیلم به اینجا میرسیم که یعنی اینا خیلی زوجی هن که همدیگر رو دوست دارن ولی موقعیت‌های کاری و غرور و در واقع پیشرفت تو شغلشون و همه اینا باعث میشه که اینا ضد هم قرار بگیرن، با هم بجنگن و به یه جایی میرسه که اصلا انتظارشو نداری. حال کردی چجوری فیلم ها در حالا من همیشه یه خلاصه از فیلم تو هم بگو خلاصه من این شکلیه. یه معمار موفق انگلیسی عاشق یه دختر تقریبا معمولی آشپز توی رستورانی میشه. تا از این جهت شروع کرد. با هم ازدواج میکنن، میرن کالیفرنیا زندگی کنن. اون آقای معمار همچه به موفقیتش ادامه میده و اون خانم آشپز میشه مادر خانواده و ما 10 سال بعد اینا رو میبینیم که 2 تا بچه دارن. این موفقیت داره ادامه پیدا میکنه و یه اتفاقاتی میفته که همچه برعکس میشه. آره این آقای بندیکت کامبربچ با اینکه اسمش تو فیلم خیلی راحت تره ولی ما ترجیح میدیم بگیم بندیکت کامبربچ. یعنی انقدر نمیدونم چرا. تو فیلم اسمش چی بود؟ بگو. تئو. خب خیلی راحت تره ولی من احتمالا همچنان میگم بندیکت کامبربچ. این جزو سخت ترین اسم. آره به عنوان مثلا آماده اگه شما تو تئاتر کار میکنید میتونید از اسمشون به عنوان آماده سازی. من واقعا یه دورانی هی به خودم تکرار میکردم که بتونم اسمشو تلفظ کنم. بندیکت کامبربچ قشنگ تمام عضلات دهان رو درگیر میکنه. حالا بذار اینو بهت بگم، میدونی که این فیلم هم اقتباسی از یک کتابه. بله چی فکر کردی؟ من خوراکم اینا رو ببینم اقتباس هست یا نه. آره نه همین که اقتباس از یک کتاب هم یک فیلم دیگه داره. سال 1989 یه فیلم داریم The War of the Roses. درسته؟ خیلی حافظت خوبه، من اینا رو نوشتم. مثلا بگی میدونستی بازیگرای اون فیلم کیه؟ آره کاترین بگو اونو دیگه فامیلش یادم رفت. کاترین
بگو کاترین فلان کاترین ترنر یه همچین چیزی که من دیدم قیافه چقدر آشنا، رفتم دیدم که یه عالمه فیلم بازی کرده تو اون زمان، از بازیگرای خیلی مطرحی بوده و ما چقدر ازش فیلم دیدیم و توجه نکردیم که یکی از فیلم کاترین ترنر و مایکل داگلس. آره مایکل داگلس نقشه و آره این خانم تارنر ایشونن مامان بابای چندلر، یعنی فقط اگه کسی فرنزو ندیده باشه ایشون بابای چندلر. عکسشو بذار اینجا. بابای چندلره. خانم کاترین بابای چندلر. خیلی فیلم خنده‌داریه، یعنی به شدت مفرحه. جوکاش هم تا درصد زیادیشو حتی اگه زبان خیلی قوی نداشته باشیم متوجه میشیم. خب علاوه داستانی محتوایی که من خیلی نقد خوندم که همه گفتن اصلا کمدی نیست. بابا خیلی کمدیه، اصلا هیچ کس در دنیا نمیخندونه. بر من چرا مفرح بود بابا. ولی من فهمیدم که خب خیلی از اینایی که انقدر نقد دارن رو فیلم طبیعتا کتابو خوندن و فیلم همون 1989 رو دیدن. من نمیگم فیلم خیلی خفنی بود ولی خب نمیگم هم کمدی نبود. خنده دار هم. برای فیلم ساده حالا خیلی مثلا اثر هنری تکی نساخته سرگرم کننده ولی بازی‌های خیلی خوبی داره. ولی همه جا به اینم اشاره شده بود که این بازی‌های خیلی خوبی این دو نفر داشتن و حالا به نظر من که بندیکت کامبربچ بازیش از خانم اولویا کولمنم بهتر بود. من تو باول شرلوک هومز مورد علاقمه، هر جا باشه با هر دوستش دارم. ولی اولویا کولمن هم خیلی کوله و بامزه است. حالا میگن اون کتابه اصلا داستانش اینه یه زوجی بودن سرخونه مجللشون با هم دیگه دعوا میکنن و کل داستان کتاب و حالا اون فیلم The War of the Roses جنگ بین این زن و شوهر بوده. ولی این تفاوتش اینجایی بود که همه چی آروم مثلا تو یه رو به آخر رفت سمت جنگ. خیلی از اول ما میفهمیم آقا با هم مشکل پیدا خواهند کرد ولی بیشتر تمرکز روی عشقشونه. یعنی این بیشتر تو میگی که وای اینا چقدر واقعا همدیگه رو دوست دارن. بعد اونجا که دیگه به اون قسمت خیلی دیگه روانی میشن اونجا تو مثلا میگی چطور میتونن انقدر که این دو نفر که انقدر همدیگه رو دوست دارن چطور میشه که به اینجا میرسن. بیشتر تمرکز روی اون عشقشونه تا توی فیلم همون قبلیه کلا بیشتر راجع به جنگ این دوتاست. آره ولی تمرکز اینجا روی عشقشونه. این فیلم تو رو یاد یک فیلم ایرانی نمیندازه؟ بگو. نمیدونم. آتش بس اثر فاخره آتش بس بچه بودم دیدم واقعا خیلی ازش یادم نمیاد چیزی. اثراتی از این فیلم های شبیهش قطعا زیاد ساخته شده. آره اصلا این که یه زن و شوهر عاشق هم باشن با هم دشمن بشن خیلی زیاده. ولی خب چیزی که خیلی خاصش میکرد اون بریتیش هیومر بود. یعنی بریتیشن کلا بازیگرا توی فضای بریتیشه. بعد این جوکای بریتیشش و اکتاشون اینا خیلی بامزه بود. ما خیلی شیفته آره دوستشون داریم. شیفته بریتیشی میشه. اصلا همین حرف میزنن تو مثلا میگی اوکی باش. بعد میگن که داستان مثلا بیشتر تو کالیفرنیا میگذره. یعنی اینا مهاجرت میکنن اول فیلم انگلیسان بعدش میرن امریکا ولی همش تو انگلیس فیلم برداری شده. آره توی یه جایی یه منطقه سرسبزی به نام دوون یعنی تو جنوب غربی انگلیس هرچی که هست. آره. بازیگرای اصلیش که آمریکاییان یکی کیت مکننه یکی اندی سنبرگ رو که قطعا توی سریال بگو چیز دیدین همین بروکلین 99. اون یکی کیت هم تو SNL اگه دیده باشین ساتردی نایت دوستش نداشتم اون کیت.
کلا شخصیت خودشه و اصلا هر جا میره همون. شخصیت فرعی های فیلم همشون مسخره بودن. امی تو فیلم حضورش فقط منم موافقم، درسته یه جای یه سری دیالوگای بامزه داره، خوش هم لحظات خنده‌دار میآفرینه، ولی یه حضور خیلی نیاز نیست حضورش. فقط تنها حضوری که یعنی تنها حسی که اون لحظاتی که هست میده این که چقدر ازدواج چیز مزخرفیه وقتی یه آدمی این شکلی باشه. بعد آخه اونا راضی از اون کوفتی که بهش میگن ازدواج. مثلا حاضرم مثل این جنگ و دعوا هفتیر بکشی رو هم اون شکلی نباشی. اون آخرش هم یه گفتش که چه مرگشه. مرگ یه مرگیش بود تو فیلم، یه اشاره کرد که چرا اونجوری بود. حالا چه داستان کتاب چه داستان فیلم در مورد نقش زن و مرد تو زندگیه، اینکه کی بیشتر نقش داره، کی حق با کیه، اینجا مساوی نیست. تو یعنی بین اینا کدوم انتخاب میکنی؟ میگه حق با کدومه؟ دقیقا من همین نکته رو خواستم اشاره کنم که فیلم یه جوریه که تو نمیتونی بگی کی بیشتر تقصیر داره. خب یعنی صبر کن تا یه حد زیادی، یعنی یه لحظه میگی این چرا این عوضی بازی در میاره، بعد میگی این چرا عوضی بازی در میاره و خب این خوبه، اگه این باشه خوبه، چون که تو زندگی واقعی هم همینه. تو معمولا نمیتونی سفید و سیاه پیدا کنی این فرشته است تمام تقصیرها گردن، معمولا چرا توی موردهای خاصی پیدا میشه، ولی عموما اینجوریه که مخصوصا تو زندگی زناشویی همیشه یه مشکلی پیش میاد دو طرف مقصر بودن. خب ولی وقتی اون از نگاه خودش میبینه میگه من نمیدونم خودمو فدای بچه‌ها کردم، اون یکی میگه خب من کار کردم، اگه من کار نمیکردم تو نمیتونستی این کارو بکنی، اون میگه اگه من کار نمیکردم تو. همیشه معمولا دو طرفه است. خب توی این فیلم همینه، یه مقدار سخته بخوای بگی کی دقیقاً اینجا مقصره، ولی موافقم، منم بیشتر سمت متنفرم که اینو بگم، ما خودمون خانومیم و معمولا هم با خانوما بیشتر همزاد پیداری میکنیم توی روابط، ولی این مورد آره منم بیشتر سمت بندیکت بودم. ببین من طبیعتا این که یک خانومی یه استعداد ذاتی داره که حالا اون خانوم استعداد ذاتیش آشپزی بود و اینقدر یه دفعه تعریف همه رو و توجه همه رو به سمت خودش جلب میکرد، با این موافقم. مثلا اینکه یه خانومی اینطوری از صفر خودشو بکشه بالا، یه دفعه مثلا 20 تا شعبه بزنه تو سر دنیا، طبیعتا من این شخصیت رو باید خیلی بیشتر دوست داشته باشم. ولی تو فیلم یه اتفاقاتی افتاد که طبیعتا ما بریم طرف تئو. برای چی؟ به خاطر اینکه به نظر من ببین توی عشق و عاشقیاشون آره همه چی به نظرم مساوی بود، تو حمایت کردناشون مساوی بود، ولی حمایت بزرگی که تئو کردش از همسرش این بود که بهش گفتش که من سرمایه‌ای که برای ساختن خونمون گذاشتم میدم تو بری رستوران بزنی. این گفت نه تو همش داری برای ما غذا درست میکنی، غذایی که بعد مثلا برای 60 نفر درست کنی برای 3 نفر تو خونه درست میکنی، یا برو شغل خودتو داشته باش. این اولا که پول از این بود، یعنی از یه چیزی گذشت، از خود گذشتگی کرد. ما داریم یه مرد فداکار میبینیم، طبیعتا میریم طرف اون چقدر حامی زنشه و فلان. این درسته خب، ولی اولش درسته این کار انجام داد، ولی وقتی که دید خیلی داره موفق میشه، وقتی دید خیلی داره پیشرفت میکنه، حس بدی پیدا کرد. خب یعنی به اونجا رسید که فکر می‌کرد خب بابا حالا دوست داره این کار انجام بده بره بزنه، ولی دید از به قول تو عوضی بازی در می آورد تو موفقیتش. اونم نمیخواست. ولی مثلا این موقعی که موفق بود این همش زنه رو با خودش تو جمعاشون میبرد و مثلا من اون مهمونی که این دوتا ناراحت شدن و میخواستن برن و چقدر این هماهنگی بینشون رو دوست داشتم. اون رفت یه زنگ زد و این آره اونجا هنوز آدم بودن. اونجا تخیلیه که بازم اینجا تئو داستان تخیلی کرد که به خاطر هیچ دلیلی نمیدونست اصلا برای چی اون ناراحت شده، ولی چون گفتش بریم از اینجا یه داستان سرهم کرد که بریم، ما باید اینجا بریم. این از این. بعدم این که تو اون داستان نهنگه وقتی تو یه ماجرای عرفانی نمیدونم کمک به حیوونا و اینا میذاری، یعنی که این وای چقدر روح قلب مهربونی داره. خب در طرف مقابل برای اون نذاشتی، بر شخصیت زنت نذاشتی، پس
به من مخاطب میگه که طرف آقا باش، ببین چقدر مهربونه، یه دونه نهنگ دید، من نمیدونم نهنگ از آب در میان چه اتفاقی براش میفته که الانی میمیره این دنیا رو مثلا به هم ریخت که بتونه اون نهنگ رو نجات بده. بعد اصلا بگو تو اون داستان وسط چه نقشی داشت توی کل این ماجرا؟ نهنگ رو نجات داد به جز این که ما رو طرف تئو کنه چه نقشی داشت؟ همون دیگه، یعنی یه چیزی رو در درونش بیدار کرد که زندگی، نمیدونم خودشم دیالوگش این بود که من رفتم این نهنگر رو نجات دادم، اون لحظه یه چیزی در درونم متوجه شدم که زندگی کوتاهه، ما فقط یه بار زندگی میکنیم و با زندگی کردم با اولیویا کولمن گند نزن توش. خیلی جفتشون داشتن درک میکردن مثلا اون زمانی که همین تئو خب اون اتفاق براش میفته، ساختمونش میریزه و معمار بوده دیگه، تمام زندگیش تموم میشه. اولیویا کولمن بیشتر هدفش اینه که خب کار بکنه، مثلا خرجاشون رو بده، یعنی این حس غرور اینا نیست توشون. حتی وقتی اون لحظه که میبینه این حالش بده، بعد این یه خبر خوب میبینه تو اینترنت که مثلا یکی ازش تعریف کرده، مثلا قایم میکنه که به این نگه که مثلا این الان حس بدی پیدا کنه، یعنی تا یه جایی اون البته که بازم میگه دیگه، بعد میگه، بعد اون واقعا خوشحال میشه، یعنی برای هم خوشحالن تا یه جایش، ولی یه جایی بعد هی کم کم روانی تر میشن. یعنی نشون میده که تو زندگی مشترک اگه اون خودتو نگه داری، اون غرور ایگوتو نگه داری، کم کم هر چی هم عاشق هم دیگه باشین این غلبه میکنه و هی میخواد بگی که من از اون بهترم، یعنی از موفقیت طرف مقابلت خوشحال نمیشی. باید انقدر یکی باشین که واقعا از موفقیت همدیگه خوشحال بشین، و یعنی دو تا آدمی که خیلی موفقن نمیتونن کنار هم زندگی کنن. آیوی خیلی رو مخ بود و واقعا مثلا زن مادر خوبی نبود اصلا کلا از ابتدا. یه دلیل دیگه ای هم که دارم که تئو بهتر بود، حتی بچه‌ها هم عاشق باباشون بودن. واقعا هم داشت بچه‌ها رو به باد میداد. همون اول خوب تئو اومد بزرگشون کرد. مامانه خب شیرینی میپخت دیگه، اصلا خیلی شیرینی‌های کیک‌های خوشمزه میپخت، انقدر به بچه‌ها شیرینی داده و بچه‌ها آورد بالا همونجا. گفت خب چرا این کارو میکنی با بچه‌ها؟ یعنی کلا مادر خیلی مادری نبود از ابتداش، انگار اون حالت کودک مثلا دختر نوجوانه درونش خب درسته بامزش میکرد خب، ولی رشد نکرد، به عنوان یه مادر مناسب نیست میشه. بعد تئو برعکس بود، وقتی که دیگه قرار شدش که این بره سر کار اون خونه بمونه، تازه شروع کرد بچه‌ها رو تربیت کردن و بچه‌ها هم باهاش همراهی کردن، بعدن تازه باعث شد که بچه‌ها موفق بشن دیگه. یه تیکایی نشون میداد که اصلا روش تربیتی داشت، بچه‌ها اول باهاش همراه نبودن دیگه، مثلا میگفتش که چاقید بعد بدوید، بچه‌ها دوست نداشتن، ولی روش‌های تربیتی یه جوری پیش برد که بچه‌ها دیگه از اون ور پشت بون افتادن، آروم نمی‌شستن. کلا یه مقدار اون از اون ور میافتاد، اون از اون ور میافتاد، ولی خب من ترجیح میدم پدر اینجوری داشته باشم تا مادر اونجوری. فکر میکنی که مادر اونجوری خیلی حال میده، ولی خب داره بهت ظلم میکنه. ولی من در کل همش تا آخرش هم دوست داشتم که اینا باز با هم باشن، چون قاعدتاً قشنگ بودن با هم دیگه، خیلی کیوت بودن با هم، یعنی اون لحظه که داشتن هم دیگه رو میکشتن هم باز بامزه بودن. بعد میتونم اسپول کنم یه چیز دیگه اینجا به بعد معمولا ما تا وسطاش خودمون رو نگه می‌داریم، یه جا به بعد دیگه ول می‌کنیم. خواهشاً اگه دوست دارید اسپویل نشه اسپویل برید ببینید. بهش مردن. بیا پایان خیلی، یعنی تو از این فیلم انتظار نداری همچین پایان دارکی داشته باشه. آره پایانش من امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی چیزی که دیدیم این گاز باز بود. گاز باز میشه خطرناک میشه. صحنه چند دقیقه آخرش دیگه به یه جایی رسید که اینا دیگه علنا یکیشون با چاقو یکی با اسلحه داشتن هم دیگر میکشتن. یه کمی احمقانه بود البته دعوا. اگه فیلم نبود قطعا یکیشون مرده بود دیگه. اگه فیلم نبود من نمیدونم آدم ها انقدر احمقن که تو چیزی که با ارزشه رو، یعنی من نمیدونم، من این مدلی هم
مثلا تو دعوا حواسم از چیزی دم دست نباشه اصلا. چیزی خراب نشه، مثلا حتی گوشیت دم دستت پرتش نکنی. حتی خیلی قبل از اون دیگه خیلی کارهای دیوانه‌واری می‌کردن. من اون مهمونیه از تو مهمونیه از آیوی عالم بهم خود چرا آدم میتونه تو مهمونی آیوی دیگه من عاشق اون دیالوگای مهمونیشون بودم. این هرچی درش در میمد به اون میگفت این هرچی در بعد یه مهموناشون فکر می‌کردن که اینا مثلا دارن سر به سر هم میذارن، بعد اونا هم شروع کردن این کار انجام بدن ولی دیدن که نمیشه، همه معذب شدن. این آیوی آخر اعصابش خورد میشه ور داره اون کیکر همینجوری میذاره تو سر مهمونا. آقا چرا زن تو هیچ کنترلی بر خودت نداری؟ من نمیدونم انگلیسی‌ها اینطوری هستن، از این رفتارا دارن. فکر نمی‌کنم اتفاقا انگلیسی‌ها خیلی خوددارن نسبت به امریکا. یه ذره مغرور ولی هستن که. آره ولی خب خوددارترن. یه مشکل دیگه که داشتن و باعث این رفتار خیلی عجیب میشد این بود که اینا خیلی الکل مصرف می‌کردن به نظر من. خیلی مخصوصا آیوی خیلی مینوشید. زیادی الکل میخورد. به عنوان بازم همچنان میگم مادر همش اتفاقایی که میافتاد بیشتر زمانی بود که این درانک بود. تو همون مهمونی هم خورده بود که اون حرکت رو کرد. این آبه ولی حالا من فکر میکنم که خشم و نمیدونم دشمنی اینا با هم دیگه یه کمی سطح بالاتری داشت، یعنی چه میدونم یه عمق بیشتری داشت، یکی باورپذیرتر میشد. این خیلی اولا که ته فیلم رفتن تو جنگ و دعوا، حتی اون موقع که وکیلاشون هم با هم نشسته بودن خیلی تو جنگ نبودن با هم، یا همون جلسه تراپیه که میگی اینا از اون جلسه اومدن بیرون با هم بگو بخند و همه چی عادی بود. یه دفعه دوتا تو خونه تنها شدن. میدونی سر چی بود؟ سر این بود که این میگفتش که بازم اینم یه سوالی که تو میتونی جواب بدی که میدونم طرف بلدیکو میگیری، ولی این بعد از اینکه حالا اتفاقاتی افتاد که این کارشو از دست داد تیو، آیوی پول زیادی که خب میتونم از این رستوران های زنجیره‌ای که در میارم میتونم این پولشو بدم تو اینجا بغل ساحل جای خیلی عالی یه خونه خفن برای ما بساز، بعد دوباره همه اونم خونه رویایی جفتشون بود، یعنی هم پولی که جمع کرده بودن با هم دیگه که حالا تو میتونستی اونجا که من داشتم انتقاد می‌کردم بگی که خب آیوی پولشو برگردون. آره اونجا ولی بازم اینو میگفت همش گفت من پول این خونه در صورتی که خب سرمایه اولی که تو کارو رو انداختی و شوهر بدبختت داد. چش سفید. خونه رو خیلی خفن ساخت دیگه، واقعا مایه گذاشت، یه خونه خیلی خیلی خاص با خرج بالا ساخت. بعد که خواستن این از هم جدا بشن شرط آیوی این بودش که این خونه رو من برمیدارم، تو طلاق میخوای من این خونه رو برمیدارم. تنها چیزی که میگن از داستان اصلی برداشتن دیگه، یعنی بقیه چیزای داستان اصلی رو انداختن بیرون. همین دعوا سر این خونه تو فیلم مونده. چرا اینو گفت؟ حالا چرا اینو گفت؟ چون به نظر من آیوی نمیخواست جدا بشه از اون، از گفتش یه دیگه آره. جفتشون گفتن سر این خونه دیگه بیخ میگیره و آخرشو بگیم دیگه. من نتونستم دیگه تلاش کردم ولی نتونستم دیگه بکشن، با هم دیگه خوب شدن و حماقتاشون که در طول این دعوا با هم داشتن باعث شد که الفاتحه. چند میدی؟ از 5. بذار فکر کنم تو اول بگو. همیشه تو اول میگی. چرا همیشه؟ نه سری پیش یه دفعه من اول گفتم. میخوای من اول بگم؟ بگو. من 2.5 میدم. منم 2.5 میدم. تو هم 2.5 میدی؟ هم نظرش نصف امتیاز خوبیه. آره نصف به خاطر بازی های خوب بعد نبود. فیلمیه که قشنگ برای سرگرمی مناسبه. آره و خب رامکامه دیگه، یعنی ژانر رامکام کمدی عاشقانه است. بعد
آخه واقعا تو این ژانر فیلم خوبیه، یعنی فیلم تو این ژانر فیلم‌های خیلی چرتی دیده میشه. به عنوان یه رامکام خیلی خوبی محسوب میشه. و تو تا بازیگر گذاشتی که فیلم بدم باشن اصلا در هر صورت خوب دیگه دستشون درد نکنه. واقعا تلاششون کردن. آقای بندیکت کامبربچ و خانم الیویا کولمن برید یه درخواست افزایش حقوق قطعا کلی گرفتن. آخه واقعا حتی بازیگرای فرعیش هم همه بازیگرای خوبی بودن، یعنی اصلا همه بازیگر شناخته شده بودن. میدونم دلیلی نداشت همشون بازیگرای شناخته شده باشن، ولی خب هزینه کرده بود. بریزو به پاچه کارگردان تهیه کننده دستشون امیدوارم پولش در اومده باشه. اگه فیلمو دیدین دوست داشتین به ما بگین، دوست داشتینم بگین، کلا بگین، یه چیزی بگین، یه حرفی بزنین. کجا بگین؟ تو کامنت ها. سابسکرایب و زنگوله و کامنت و دیگه میدونم. خداحافظ.